پس از گذشت انقریب 10 سال مرگ اکبرعلی ستاروف مکتب زادگاهش را به نام او گذاشتند. او یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس کشور و رئیس سابق اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بود. بعدی صاحب استقلال گشتن که روزنامه‌خوانی از بین رفته بود، او از نو روزنامه را احیا کرد و روزنامه‌های او چرخ گردون و دایجست پرس و اویتسینا و الادین و اویتسینا و زن و مرد و دیگر روزنامه‌هایی که داشت و کانال خواننده‌های زیاد داشت. بار اول در تاجیکستان زن‌های تاجیک روزنامه‌خوان شدند توسط چرخ گردون. نامگذاری مکتب به نام اکبرعلی ستاروف از جانب جامعه روزنامه‌نگاری هنوز سال 2015 پیشنهاد شده بود. قرار دخلدار را باشد ماه مارس امسال رئیس شهر حصار قبول کرد. به نام اکبرعلی ستاروف مکتبی 25 دهه مارتپه گذاشته شد. در اول تحصیل دوستان و نزدیکان، پیوندان مرحوم و چندین نویسنده ها و روزنامه‌نگاران در مکتبی مذکور حضور داشتند. آنها از خصلت نیک او یاد کرده گفتند که در همه حالت از روزنامه‌نگاران دفاع میکرد. و خدمت دیگری اکبرعلی ستاروف همین است که وقتی که او را رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان انتخاب کردن، همین اتفاقی که قریب که فعالیتش بازمانده بود، فلج شده بود، همین راهبری کرد و همه ژورنالیستان تاجیکستان را به هم آورد. و این شما میتونید از هر یک ژورنالیستی که امروز در تاجیکستان هست میپرسید و آنها اینا تصدیق میکنند. در این مکتب نزدیک 1200 خواننده در 2 بخش تحصیل میکنند و 47 آموزگار به آنها درس میگویند. Для нас это большое событие, большая гордость. Мы очень рады и чрезмерно благодарны правительству страны, руководству города Гисара за такую инициативу. اکبرعلی ستاروف 10 فوریه سال 1965 به دنیا آمده و 28 اوگوست سال 2015 این عالم را پدرود گفت. ختم کرده فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی شهر لنینگراد بوده، در روزنامه‌های تاجیکستان سوویتی و صدای مردم کار کرده است. او سال 1994 گروه رسانه‌های خصوصی چرخ گردون را تشکیل کرد که به ترکیب آن یک چند روزنامه شامل بودند. همچنین اکبرعلی ستاروف نشریات خصوصی به نام انتشار داشت.